کوه شرزیل. در 23 کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه به بیش از 2000 متر میرسد و در امتداد شمال غربی تا جنوب شرقی چنان دیواره عظیم زاگرس را شکافته است. بخش شمال غربی کوه با جنگل‌هایی از بلوط، چهره‌ای دیرینه و خاموش به آن بخشیده است. اما در بلندترین نقطه این کوه در سمت شهر چوار گذرگاهی سنگی و کم ارتفاع پنهان شده است. مسیری باریک که عبور از آن تنها با خم شدن ممکن است. به گفته محلیان در گذشته کاروانها و چهارپایان برای عبور از این گذرگاه ناگزیر بودند زین را از پشت اسب یا قاطر بردارند تا حیوان بتواند از زیر سنگ عبور کند. از همین رو این مکان به نام زینوگر یعنی گذرگاهی بیزین شناخته شده است. مکانی ناشناخته برای بسیاری اما آشنا و به یاد ماندنی در حافظه مردمان کوهنشین این سرزمین.